آموزشی ما درس نهم است از سلسله درس‌های زبان ترکی از کتاب استانبول A1. در اول درس میخواهم تشکر خاص بیان کنم به اپای گرامی بانوی پرهنر که خیلی دستگیری خوب کردن، یعنی کانال ما را در بین ویدیوشون معرفی کردن. خسته نباشید اپای گرامی، همیشه تن صحت و خانه آباد و سربلند باشین. تشکر زیاد بار دیگر برای دستگیریتان. و خیلی که گفتیم درس نهم است از کتاب استانبول A1. یک لحظه دوستان گرامی. خب بله، استانبول A1 اینجا علاقه نمایان شد، فکر میکنم استانبول A1. خب میرویم سراغ درس امروزه. چخیلی که در درس گذشته برای شما وعده کرده بودیم، در این درس درباره جانشین های اشارتی صحبت میکنیم، یعنی این، آن، وی، یعنی برای مکان و برای انسان نیز همچنین. یونیت 1 در قسمت یکم هستیم. مرحبا یعنی سلام. موضوع درس امروزه یعنی چخیلی گفتیم بو نه یعنی این چیست، آکیم و کیست. بو نه این چیست، آکیم و کیست. در اینجا نگاه کنیم بو این می شود، شو آن می شود یعنی برای کمی دورتر، آ برای خیلی دور وی می شود، وی آن. کیم کی یعنی به توجه که کی ترجمه کرده می شود. نه یعنی چیست، bunlar یعنی اینها، şunlar یعنی آنها، onlar یعنی آنها برای خیلی دور. Burası اینجا، şurası آنجا، orası خیلی دور یعنی آنجا. خب bu ne این چیست، bu kalem این قلم است، o kim vay kist o öğretmen vay omuzgor است معلم است. Burası neresi، burası neresi، burası sınıf yani اینجا کجاست، اینجا صنف است. Bunlar kim اینها کیها هستند، öğrenciler یعنی دانشجویان. خب دوستان گرامی این رو یک کمی پرتر در اینجا میخوام برای شما بفهمونم. یعنی بو و خب شو و آ نگاه کنیم. در اینجا که کمی فرق دارد از دیگر جانشین های مثلا دیگر زبان ها. مثلا در زبان انگلیسی این رو this میگوین، this. خب این رو بعدا حذف میکنیم یا که در درون قوس میگیریم. خب در درون قوس میگیریم اینجا this و اینجا سو نوشتیم، شو میشود، شو. خب این رو در زبان انگلیسی مثلا that میگوییم، that. اما در زبان انگلیسی برای خیلی دور وجود ندارد. نه تنها در زبان انگلیسی، در بسیاری از زبان ها، مثلا در زبان تاجیکی نیز این وی میگیم، اما برای خیلی دور وجود ندارد. بنابراین این رو نیز that ترجمه میکنیم، that. اکنون فرقیتاش رو نگاه کنیم که فرقیت بو، شو، آ. بو، شو، آ. بو مثلا خب برای مثال بو اگر تو اینجا اشاره کنیم، خب بو. اما وقتی که شو آمد، شو دیگر کمی دورتر است. شو مثلا اینجا میتوانیم اشاره کرد، اما درباره آ خیلی دور است. درباره آ خیلی دور است مثلا. خب نگاه کنیم بو مثلا در نزدیکی
یعنی ممکن است 1 متر نزدیک است، ممکن است 2 متر نزدیک است، به ما خیلی نزدیک است. اما وقتی میخوایم که یک خانه رو اشاره کنیم یا که یک مغازه رو اشاره کنیم از ما خیلی دورتر است، مثلا 10 متر 15 متر، میگیم که شو بینا یا که شو ایو، مثلا وای خانه مثلا. اما اگر بخوایم که برای خیلی دور اشاره کنیم، مثلا میگیم وای شهر، یعنی که وای کوچه، یعنی که مثلا وای کشور مثلا، یعنی خیلی دور، برای خیلی دور او استفاده میکنیم. برای یک کمی دورتر شو استفاده میکنیم و برای نزدیک که در پیش ما و شما است، یعنی در نزدیکی است، پس بو استفاده میکنیم. خب بو. اکنون در مسئله بوراسه شوراسه نیز همچنین است. خب مثلا بوراسه برای نزدیک، شوراسه برای یک کمی دور، شوراسه. اما برای خیلی دور اوراسه می شود. اوراسه. یک لحظه. یکم تلک اسم جوریم دیگه فهموشد معنیش. اوراسه. یعنی بوراسه اینجا، شوراسه اونجا، اوراسه اونجا، یعنی خیلی دور. یعنی مثلا چه که گفتیم در برای او مثلا گفتیم خب کوچه دیگری است، شهر دیگری است، کشور دیگری است، مثلا از ما و شما خیلی دور است. خب بو این، بوراسه اینجا، شو اون، وای او، شوراسه اونجا، او وای او اون، اوراسه اونجا، یعنی شوراسه اوراسه دیگر فرقی ندارند. و درباره کیم است، خب کیم یک تا است، دیگر میفهمم است که برای شخص استفاده میشد. مثلا بونه، بو کلم، یعنی این برای چیز، اشیا استفاده شد. او کیم، وای کیست، او اورتمن، وای معلم است، این برای علاقه انسان استفاده شد. براسه نرسی، اینجا کجاست، علاقه این برای مکان استفاده شد، یعنی مکان، جای. یعنی مثلا از فرودگاه میفراین، از فرودگاه بیرون میآین و یک اتوبوس سوار میشین، در یک جایی میبره شما رو میفرارد، بعد میگن که براسه نرسی اینجا کجاست. خب بعدا شما رو میگن که مثلا اینجا کادوکوی است، اینجا مثلا که استانبول است، اینجا انقره است مثلا. خب این درباره مکان. اما بونلارکین علاقه این شکلی جمع شد، یعنی اینها کیها هستند، اینها کیها هستند. خب اینها کی هستند در زبان تاجیکی نمیگیم، در زبان تاجیکی میگیم که اینها کیها هستند. اما در زبان ترکی بونلار کیم میگیم، یعنی بونلار کیم، یعنی اینها کی است. یعنی جواب باشد دانشجویان هستند، öğrenciler یعنی دانشجویان. خب فکر میکنم که این موضوع فهمو شد. 2 دقیقه وقت داریم، اگر توانیم این رو ترجمه کنیم. اما نوشته هاش خودش کار کردگی علاقه. خب چانتا، جزدان، سومکا که رقم 11 هست، یعنی رقم ها نوشته شده است، شما میتونید که نگاه کنید. elma سیب اینجا، کتاب این رقم 10، kalem یعنی قلم. خب در اینجا مثلا tükenmez kalem چی رو میگن، روچکه رو میگن. اما kalem همون قلم که ما شما استفاده میکنیم، کرانداش مثلا. اما وقتی خرید، وقتی مثلا عموما این زمان دیگر tükenmez kalem کم مردم استفاده میکنن، دیگه همه کلم میگن، کلم. یعنی چگونه که اصلا روچکه زبان روسی است، ما باید قلم بگوییم مثلا، دیگر همه روچکه استفاده میکنند. و مثل همین در ترکیه نیز، یعنی دیگر همون روچکه هم قلم، هر دوشه قلم میگن. bilgisayar رویانه، کامپیوتر. fincan پیاله. جدول
حساب مکینسی یعنی ماشینه حساب کنی یعنی که همون با زبان روسی کالکولیاتور با زبان انگلیسی نیز کالکولیتر می شود. دفتر رقم 9. تخته همون تخته صنف در نظر دارم رقم 4. خریطه یعنی خریطه. پرگل گفته همون کلمی که برای کارهای هندسی استفاده می شود. ساعت یعنی ساعت. خب وقتی درسم به پایان رسید در اینجا میگه resimleri tekrar bakalım. با رسم ها بار دیگر نگاه میکنیم. bir numara söyleyelim. یک رقم رو میگوییم. Arkadaşımız eşyanın adını söylesin. و دوستانمون نام اون اشیا رو میگویم. مثلا رقم 5 میگویم. örnek misal میشود. örnek misal. مثلا رقم 5 5 نمره رقم 5 در اینجا رقم 5 نگاه کنیم پرگل است. پرگل. خب دوستان گرامی در اینجا وقتی جدا کرده به درس امروزه به پایان رسید و در اخیر از یک شما معذرت میخوایم که درس‌های ما عادتاً یعنی ساعت 8 است. دوشنبه انگلیسی، سه شنبه ترکی، چهارشنبه روسی همشون ساعت 8 هستند و پنجشنبه انگلیسی، جمعه امروز جمعه است زبان ترکی ساعت 8 است. اما با سبب بعض کارا بند بودیم نتوانستیم که ساعت 8 این ویدیو رو نشر کنیم و aynı زمان داریم ایرا ثبت میکنیم ساعت 9:37 است. کوشش میکنیم که تا ساعت 10 نشرش کنیم این ویدیو رو. واقعا تشکر از یک شما برای تماشای این نوار و اشتراک در تماشای این درس. کامیاب و سربلند و تنصیحات خانواده باشید. تا درس‌های نوبتی. خداحافظ.